और अफगानिस्तान में रूस और चीन की सरमायाकारी. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان تاکید کرده است که این کشور باید سیاست خارجی خود را مورد بازنگری قرار دهد و با تمامی همسایگانش به ویژه افغانستان روابط پایدار، متوازن و مبتنی بر همکاری ایجاد کند. او در یک نشست خبری گفت که وضعیت فعلی منطقه برای پاکستان نگران کننده است و رویکرد کنونی در عرصه خارجی نیازمند ارزیابی مجدد است. और अफगानिस्तान में रूस और चीन की सरमायाकारी एक लम्हे के लिए अमेरिका को कबूल नहीं है. उसके लिए वो पाकिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहता है. سرمایه گذاری های چین و روسیه در افغانستان برای ایالات متحده قابل پذیرش نیست و واشنگتن تلاش می کند پاکستان را به عنوان یک نیروی واسطه در این روند به کار گیرد. مولانا فضل الرحمن هشدار داد که ادامه سیاست‌های فعلی نه تنها ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، بلکه پاکستان را با مشکل‌های سیاسی و اقتصادی جدی روبرو خواهد کرد. او همچنان تاکید کرد که در شرایط کنونی پاکستان با هیچ یک از همسایگان خود روابط قابل اعتماد ندارد و این وضعیت برای مردم این کشور قابل پذیرش نیست. एक लम्हे के लिए अमेरिका को कबूल नहीं है. उसके लिए वो पाकिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहता है. پاکستان باید به جای تمرکز بر تنش‌ها مسیر همکاری را در پیش گیرد و با همسایگانش از جمله افغانستان روابط متوازن و پایدار برقرار کند. تحلیلگران منطقه نیز بر این باورند که در شرایط کنونی پاکستان نیازمند بازنگری جدی در دیپلماسی و سیاست خارجی خود است تا از بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور تقویت گردد.